از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. اخرجه البخاری و مسلم. مسلمان واقعی شخصی است که مسلمانان از دست و زبان او آزار نبینند. روایت امام بخاری و مسلم. دوستان گرامی، اگرچه ارکان و احکام دین اسلام از قبیل نماز و روزه، حج و زکات، نکویی بر والدین و بر همسایه، امانتداری و راستگویی، دوری از حرام و کسب رزق حلال و غیر احکام اساسی و حتی بعضی از آن ستونهای این دین هستند. ولی در این حدیث مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم یک خصلت بسا مهم شخص مسلمان را بیان نموده، آن را همچون معیار شناخت مسلمان حقیقی در اختیار ما گذاشتند. این خصلت همچون خط فرق کننده میان مسلمان واقعی و غیر واقعی است. در حدیث یکی از شاخه‌های مهم درخت ایمان بیان گشته است که اگر این شاخه سالم نباشد و این خصلت نیک در مسلمان پایدار نگردد، درخت ایمانش چندان ثمره نمی‌دهد. گویا پیامبر گرامی قدر صلی الله علیه و سلم و ما امتان چنین گفته ایستاده‌اند: اگر شما شخصی را ببینید که علاوه بر انجام طاعت و عبادت‌ها که عمل‌های حتمی و ضرورند، باز از ضرر رسانی جسمانی یا زبانی یا مالی به مسلمانان پرهیز کند، از آزار و اذیت مردمان احتیاط دارد و دوری جوید، دانید که مسلمان حقیقی است. ولی اگر شخص مسلمان را ببینید که از دست یا زبان او مسلمان زیان و ضرر می‌بیند، یا با زبانش دشنام و غیبت و تهمت زند و یا با زور بازویش نفری را ضرب و لط کند، یا با حیله و نیرنگ مال و یا حق کسی را از خود سازد، دانید که از اسلام بهره نبرده است. تنها شکل و صورتش مسلمان است، ولی این دین با آداب و احکامش در باطن او جای نگرفته است. بنابراین آزار رسانیدن بر مردم از نگاه اسلام عمل ممنوع و حرام بوده، مسلمان میباید از آن قطعاً دوری جوید. در حدیث صحیح دیگر فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم زیان این رفتار بد را بیان داشته فرمودند: ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامة بصلاة و صیام و زکاة و یأتی قد شتم هذا و قذف هذا و اکل مال هذا و سفک دم هذا و ضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. شخص مفلس از امت من آن است که روز آخرت با عملهای از قبیل نماز و روزه و زکات برای حساب حاضر می گردد، ولی متاسفانه در دنیا کسی را دشنام داده است، یا نفری را تهمت زده است، مال کسی را خورده است، یا خون کسی را ریخته یا کسی را ضرب و لط نموده است. از این سبب از ثواب عملهایش گرفته به هر یک آنان داده می شود و اگر ثوابهایش پیش از این که حق مظلومان برابر گردد تمام شود، از گناهان آنان گرفته به اعمال بدی او ضم کرده می شود و او را به دوزخ انداخته می شود. روایت امام مسلم.